عزیزم شما سابقه سرطان پستان یا رحم تخمدان توی اقوام داشتین؟ نه عزیزم نداشتیم. یعنی خاله، عمه، هیچ کس حتی اقوام درجه 2 3؟ خواهرم سرطان سینه داشتن، بر اساس سرطانم فوت کردن چند سال پیش. عزیزم چه رابطه دیگه باید با خواهرت داشته باشی که جزء اقوام حسابش کنی؟ آخه من خیلی کوچیک‌تر بودم. عزیزم شما سابقه سرطان پستان یا رحم تخمدان توی اقوام یا خانواده داشتین؟ نه نداشتیم. یعنی عمه، خاله، هیچ کس؟ عمم بودن. عمم سرطان سینه داشتن. خب عمتون جزء اقوامتون حساب نمیشن؟ آخه مگه عمه جزء اقوام حساب میشه؟ عزیزم شما چطور؟ شما سابقه سرطان پستان و رحم تخمدان توی اقوام دارید؟ نه نداریم. خب یعنی هیچ کس دیگه؟ فکر کنم خالم سرطان سینه داشتن. خب بعد چه اتفاقی براشون افتاد؟ چند